اگه من شیطان بودم و میخواستم مردها رو تو قرن 21 نابود کنم، اول از همه حس هدف داشتنشون رو میگرفتم. غرقشون میکردم توی حواس پرتی، بازی های ویدیویی، اسکرول کردن بی پایان، سرگرمی های بی معنی، تا سالها بگذره و یهو بفهمن که هیچی نساختن. خود مردونگی رو تحریف میکردم. کاری میکردم غیرت داشتن سمی به نظر بیاد. باعث میشدم مردها از مرد بودنشون خجالت بکشن. نقش طبیعیشون رو به عنوان حامی و تأمین کننده ازشون میگرفتم تا بی هدف، ضعیف و وابسته بشن. لذت رو جای پیشرفت میذاشتم. باعث میشدم دنبال دوپامین باشن، نه رضایت واقعی. دنبال پورن برن، نه رابطه واقعی. دنبال فست فود برن، نه غذای درست و حسابی. گناه رو شبیه آزادی نشون میدادم و انضباط رو مثل زندان. ایمانشون رو قطع میکردم. کاری میکردم فکر کنن دین قدیمیه و تسلیم شدن در برابر خدا نشونه ضعفه. ذهنشون رو پر از پوچی و خوشگذرونی میکردم تا باور کنن زندگی هیچ معنای عمیقی نداره. تنهاشون میذاشتم، ضعیف و بی‌پناه. چون مردی که خانواده نداره، هدف نداره و ایمان نداره، آسونترین طعمه برای کنترل شدنه.